23 اکتبر سال 2022 منزل اکای مقبل اسکندروف در دهه 3 جماعت تخاروینویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان دچار سوختار شد. به گفته ساکنان سید، سوختار در خانه اکای مقبل از یک دستگاه برقی سر زده دامنه آتش تمام خانه را به کام خود فرو برده است. ساکنان دهه به کمک اهل این خانواده آمدند، ولی متاسفانه علکه کار از کار گذشته بود. در این سوختار نه فقط مال و ملک جواز عائله مقبل اسکندروف، بلکه همه اسناد اهل این عائله از جمله شناسنامه ها و دیگر حجت‌هایشان نیز هم به کام آتش رفتند. متاسفانه منزل مقبل اسکندروف سوغورته نداشته است و این وضع این عائله را در پیشروی فصل سرما باز هم وزن‌تر می‌کند. ساکنان ونج از حکومت این نویه خواستند که به عائله مقبل اسکندروف دستیاری دراز کنند. زادگان نویه ونج و دیگر مهاجران تاجیک در روسیه معرکه جمع‌آوری کمک به عائله مقبل اسکندروف را برآمدند. هموطنانی که میخوان به این عائله دستیاری دراز کنند میتوانند به این کارت بانکی کمک خود را گذرانند.